سلام علیکم بچه ها، ما آمدیم با بازی جدید سن اندرس ولی توری ها. این کد رمزاشه، بریم بودش کنیم بریم یه بازی میزنیم. اگه بازیش میخواستیم دارو کنیم من بهتون باشو بهتون اینجا ایمیل و جیمیل خودتون رو میزنه. مثلا ایمیل من این گذر واژن ندارم ولی اینو من که درخواستش بخوره به سازنده بازی مثل راکستاری نه بعید بدونه بعضی نمیگه. اینی که دیدین و جلو تئوری اول، اگه ما این اسلحه رو برداریم صندلی رو میشکنه. صندلی سه تا جا هستش که صندلی رو میشکنه. این نمیشکنه صندلی رو میشکنه. صندلی دیگه نداره. حالا ما بریم تئوری دوم. سیوش نکردم. جمله فارسی خاصی من بلدم. لازم نیست مود رو نصب کن داخل تصویر رو میزنیم اینجا همه هر چیزی خواستیم اینجا با یک مرز من کلاسیک که دوربین ریشه لازم نیست مود بزنی مثل مود ریجستری بشه. اگه بازی ریجستری خواستین من براتون دانلود، اگه این بازی رو خواستین داخل اونم براتون میگه داخل یه دونه سایت هم هستش من براتون میگم. نکن این تئوری دومی. نکن به صندلی شلی کنی اینو بیترافه کار میکنه. آره بیترافه هم کار درخت هم میشکنه. این تئوری دوم تموم شد. یه جا ما پله پیدا کنیم. پله بود پله از کجا استفاده اگه خواستی اینجا بندم هست. ساختمانش پله داشته بوده. حالا دیگه ساختمانش دیگه پله نداره. بذار بریم بالا شد. پیدا کردین به منم بگین من استفاده کنم.
بدون خودم اون یکی من فیلم دیدی بینه میگفت این پلاش پس چرت پرته. کل شهر باید دور کنیم آخه یه دونه پله پیدا کنیم. یا اون پله منظور نیست بچه، منظور پله داخل روی این دیوارا باشه. برش که بریم داخل گروسری چیزی هستش اون کار ما انجام میدیم. اگه پله کنه پیدا کردیم میریم روش پای میستیم، چند قدم را بریم میفتیم پایین. بچه این درم وا بکنم سری من کارم انجام میدم. تو زدم پایین باشی بچه سرسره کلی دارم. من درم وا میکنم خودم بهتون میگه بچه من بهتون میگم بالا صبح حمله کرده. ای چیز بریم بچه سری بریم 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 بریم. هیچ وقت داخل این نریم، چیزی بی تربیتی. کلاب اسمش کلابه، بعضی ما میگن کفش، بعضی ما میگن فناری، بعضی ما میگن دیسکو. حالا ولش بوده حالا زنه. آفرین ما داستان من از اونم اینجا شروع میشه، از اینجا شروع میشه. این کار خیلی مهمیه اگه شما بچه رو میبینیش. یه خیلی خوب ببینیم داستان من از اینجا شروع میشه که تیرم بزنیم به اون. بفرمایید سولاخ شد. کجا رفت؟ حالا ولش کن بچه. اگه از این فیلم خوشتون آمد لا بعدی ما بهتون